سلام و وقت بخیر خدمت دامداران عزیز. در خصوص پرواربندی بره‌ها در روزهای گرم که باعث بیشتری بره‌ها میشه، نکته مهمی که میخوام بهتون بگم دامداران عزیز این که موقع جیره دادن به دامهاتون در ساعتهای خنکی هوا به دامهای پروارتون جیره بدید. در وقت روز بذارید دامهاتون استراحت کنند برای اینکه کمتر دچار استرس بشن و در گرمی هوا میلی به خوردن جیره ندارن و باعث هزینه های اضافی و زیادتری میشن و دامها افزایش وزنی نمیگیرن. و چطور از استرس و گرمی دامها جلوگیری کنیم؟ جوابشو تو کپشن براتون می نویسم.